درود دوستان، امروز نصب سنسور CGM رو برای نارشین خانم گل که فقط 8 سالشه و درگیر دیابت تایپ 1 شده رو داریم، اپلیکاتور رو داریم و ظرف سنسور که ظرف سنسور رو در پوشش رو برمی‌داریم، همچنین در پوش اپلیکاتور رو و از جهتی که مشخص هست اپلیکاتور رو روی ظرف گذاشته و فشار میدیم تا سنسور رو از روی ظرف برداره. قبل از نصب سنسور ما باید جای نصب سنسور رو با الکل تمیز کنیم که این کار رو انجام میدیم و اجازه میدیم که خشک بشه جای نصب سنسور. خب حالا اپلیکاتور رو برمی‌داریم، ضامن روی اپلیکاتور رو موقعی که نهایی شد خواستیم نصب کنیم برمی‌داریم. اینجا من از نارشین خانم عزیز پرسیدم درد داشت که از آن داشت، دردی نداشت و خیلی راحت روی بازوش نصب شد و یه چسب ضد آب هم داره که اون چسب ضد آب هم وصل می‌کنیم به بازو که با خیال راحت حمام کنن و توی بازی و کارهای روزمرهشون نگران افتادن سنسور نباشن. امیدوارم علم به اون حدی پیشرفت کنه که هیچ بچه‌ای درگیر این موضوع دیابت نباشه و بتونه به راحتی بچگی خودشو انجام بده و دغدغه و نگرانی بابت دیابت و قند خونش نداشته باشه. خیلی خیلی تلخ و دردناکه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. شب و روزتون بخیر.